توی ماهای گذشته پابجی موبایل کلی جعبه برام فرستاد که وقت نکردم بازشون بکنم و آنباکسش رو داشته باشیم. به خاطر همین همه رو توی یک ویدیو امروز می‌خوایم با هم دیگه آنباکس بکنیم. ویدیو رو لایک بکنید، معطلتون نمی‌کنم. بریم سراغ جعبه‌های خفنی که پابجی موبایل برام فرستاده. حتما تا آخر نگاه بکنید که آخرش هم تستشون می‌کنم. خیلی خفنه. بریم سراغ قسمت جذاب داستان که باز کردن جعبه‌است. از کوچولوترین جعبه هم شروع می‌کنیم که برای ایونت سانست شوداون. یه ایونتی بود، مچای کلاسیک گذاشتن بین پابجی موبایل پارتنرها. ایونتش هم فکر کنم اون تایم عربی بود که قاعدتاً مربوط به اون ایونته که بعد این جعبه رو باز می‌کردیم با اون ویدیوهای اون ایونت که خب متاسفانه ویدیو نداشتیم و همه اینا رو قراره با هم باز بکنیم. میریم سراغ اولین جعبه که اولش یک کاغذی داخلش هست که نوشته سول thank you، مرسی که جزوی از کامیونیتی ما هستی و منم از شما تشکر میکنم که جزوی از کامیونیتی پابجی موبایل هستید و این ویدیو رو میبینید. لایک فراموش نشه. خب این کاغذ حالا زیاد اهمیت خاصی نداره. بریم سراغ آیتم ها و این که اینجا یک عدد برچسب داریم اینجا بزنیم. نمیدونم کجا باید بزنم این برچسب، ولی خب در هر صورت برای ایونته بوده. بعد از یه طرف دیگه یک تیشرته. اینو اصلا یادم نبود توش بود، چون من قبلا اینا رو باز کردم همون حالتی که بود سعی کردم نگه دارم که شماها ببینید. و آره تیشرته، روشم نوشته سانست شوداون. دقیقا میبینید دیگه یه حالتهای مثلا خاورمیانه شکل داره، عربی شکل داره که برای اون موده. منم اینجا رو زمین نشستم دیگه. بهترین اسپاتی که پیدا کردم ویدیو بگیرم همینجا بود. پایه بلند نبود رو میز بذارم داستانو، بعد دیگه مجبور شدم این حالتی بذارم. حالا اون پایه میزم هم زیاد ایگنور کنید دیگه. در صورت یه تیشرت خیلی باحاله، فکر کنم ال دیگه خوبه، حداقل اندازمه. اینجا یه شمعایی داریم خیلی باحالن. نگاه الان بذار اینم روشن میشه. روشن شد، میبینید روشن میشه. قشنگ باید بری تو حالت چیز. چرا خاموش میشه؟ الو گیر کرد بچه، گیر کرد جون تو. آره بعد دیگه خیلی وقت مونده، فکر کنم خوش شده اینقدر کار نکرد. خب اینی هم که اینجا میبینید یک جعبه بعدی هستش که چایی میتونی درست کنی سلطان. یه دونه بیلبیلک چای شکل داره، خیلی باحاله. نگاه یه اینجوری داره، بعد یه دونه هم بیلبیلک این شکلی داره که چای رو داخلش بذاری. اینم خود چاییه. چایی هم فکر کنم برنده از این چاییاست یه یرونه، نمیدونم چی بلد نیستم. چای روش اینو از پاریس برامون فرستادن آیتما رو، به خاطر همین فرانسویه. چای دامان نمیدونم، حالا هرچی مهم نیست. خب چای خور هستم ولی اونقدر نه. جعبه رو بذاریم اونور. خب بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی خورما برامون فرستادن. بچه خورما خراب نشده تا الان؟ فکر نکنم خورما خراب بشه. البته این الان فکر کنم چند ماه رسیده دستم، فکر کنم 3 ماه هست این رسیده دستم. فکر کنم مارچ بود، اینطورا بود. یه خورما برامون فرستادن. بعد اینجا یه برچسبای دیگه است که میشه استفاده کرد، برای ایونت بوده. و یه دونه شمع دیگه که مونده اینجا. و این اگه گفتید چیه، اینو من نه ببخشید نیاز نیست بگید. اینا رو اینجوری درست میکنی، بعد شمع رو میذاری توش دیگه. باید بشینی عبادت کنی با اینا. خیلی چیز باحالیه، یعنی به درد میخوره. اگه کسی مثلا تو خونه بخواد تزیین کنه، چیز باحالیه. یه شمع میذاری اونجا و یه حالت خیلی باحالی میگیره. ولی خب در هر صورت نمیدونم اینا رو باید کجا بذارم. مرسی از پابجی موبایل. بریم سراغ جعبه بعدی. جعبه بعدی خیلی خفن است. این جعبه یه برندیه به نام شوت، از نیویورک هم هست. با پابجی موبایل کلاب زده بود، بازی هم لباسش رو آورده. حالا چند دقیقه دیگه که بریم داخل خود بازی، اونجا بهتون لباسش رو هم نشون میدم. تنم هم میکنم که بتونم لباسه رو بهتون نشون بدم که چه شکلیه. اینو رو باز میکنیم. یه جعبه بسیار شیک و جذاب داره. حالا بیارمش عقب. اینجا رو دقت کنید، میبینید اینجا چیزو گذاشته، اون کاغذی که هستش رو گذاشته. یه کیفیت خیلی باحالی داره جعبهش. بذار اینوری بازش کنم که بتونید کامل ببینید. اوکی. بعد این سمت یک لباس بسیار جذاب و شیک. فکر کنم خیلیاتون لباسه رو دیده باشید، واسه ایونت اروپا اومده بود. حالا این اگه باز بمونه، باز نمیمونه که، باز بمونه. خب این لباس بسیار شیک و خوشگلی که اینجا دارید می‌بینید، یک این چی ژاکت دیگه، ژاکت چرمه، ولی خب قاعدتا خیلی خفن است. سولسور هم روش هک کرده. یه دونه بیلبیلک پابجی موبایل هم داره. خیلی خفنه، باید تنم کنم که ببینید. خیلی جذابه. حالا میتونم بازشم بکنم. اینجوری باز میشه، باز شود دیده شود. آره. خیلی باحال لباسه.
خیلی جذابه. آره اینو میندازیم اونور. تازه بیلی بیلک چیزم داره، ناکن بیلی بیلک اکسترا هم داره، یعنی اضافی. خب بعد جالبیش میدونی چیه؟ این نه فقط ژاکته نیست، اینو باز میکنی بعد زیرش یه پلیور هم هست، یعنی یک پیراهن، ببخشید یک پیراهن به شدت جذاب. بعد این برنده رو بچه‌ها من رفتم سرچ کردم، این برنده خفنیه. بعد جالبیش میدونی چیه؟ اینجوری بازش که بکنی اینجا نوشته PUBG موبایل، خیلی باحاله. ولی پشتش فکر کنم چیز دیگه نداشت. نه فکر کنم نه پشتش چیزی نداره، ولی پیرنش هم خیلی باحاله. یعنی یه چیز خیلی باحال بارونی زمستونیه، البته دیگه خیلی گرمه، مخمله از این چیزا، زخیماست. بریم سراغ جعبه های بعدی. اینا رو من دیگه باز کردم دیگه، همینجوری باز میذارمشون، شما دیگه دیدید این جعبه رو. خب بریم سراغ جعبه بعدی. جعبه بعدی رو گوشیمو اینجا چرا گذاشتم؟ برای شواف نیست بچه‌ها، آدرسم روشه، من نمیخوام دیده بشه اطلاعات شخصی قاعدتاً، به خاطر همین نمیتونم نشونتون بدم. بعد اینجا رو یه جعبه بسیار جذاب، اینا واسه یه ایونت دیگه. این برای 8 سالگی پابجی موبایله. این برای 8 سالگی پابجی موبایله. و چه سانسوری کردم، حال کردید؟ یه گوشیمو آنباکس کردم دیگه، نه مثلا بنویسی شواف کردم، مسخره بازی در نیارید. خب برای 8 سالگی پابجی موبایل یه بگ خیلی خوشگل داره. من اینو ولی باز نکرده بودم، ولی دیده بودم بقیه باز کرده بودم، میدونم توش چی هست، ولی برای خودم کلا تو جعبه بود. اصلا جعبهش هم همین الان رفتم جعبه اصلیش که واسه پست بود و باز کردم. یه بگ خیلی خوشگل داره، خیلی جذابه بگش. حالا آیتم‌های دیگه‌شو میارم که ببینید. اینم یه بگ خیلی خوشگل، داخلش یه لباس ایکس لارج هم هست، دمشون گرم. چون بعضی موقع لارجاش به من نمیخوره، چون اینا بعضی موقع از چین میاد آیتماش دیگه. خب بازی چینیه دیگه، بعد از چین میاد، بعد سایزای توی چین کوچیک‌تره، مثلا لارجش ام، مثلا بعضی موقع اس، خیلی عجیب غریبه سایز بندی‌ها. به خاطر همین حالا ایکس لارج باشه فکر کنم به من سویشرتش بهتر بخوره، چون سری قبلی بهشون گفتم لارجش بهم نخورد، این سری واسم ایکس لارج فرستادن فکر کنم. بازش میکنیم، اگه باز بشه حالا باز شد دیگه. سویشرت خیلی قشنگی داخلشه، یه سویشرت بسیار جذاب برای 8 سالگی پابجی موبایل. یک هلمت بسیار زیبای لول 3 برای اینکه هدشات نشی. و من 2 تا از اینا خانومم تو خونه دارم، از من بخر، خودم استفاده میکنم. بسیار جذاب، تنخور عالی، ترکی، جنس ترک عالی، اصلا مخمل. دارم تبلیغ میکنم اینجا مثلا انقدر یادش بخیر تو ایران اینجوری میرفتی تبلیغ میکردن، خیلی باحال بود. خب آقا این عصبانی قاعدتا، از دست یارش فشاری شده قاعدتا، ریوش نداده. بعد یه دونه پن اینجا داریم که خیلی جذابش میکنه، خیلی باحاله. پشتش هم راستی، پشتشو آخ یادم رفته بودیم، پشتش خیلی جذابه بچه‌ها، نگاه کنید خیلی باحاله، پشتش خیلی قشنگه. بذار جعبه رو بندازم اونور. جعبه برو اونور. خب البته باید اونورتر بری، ولی خب برو. مرسی. اینم از پشت کار. خانومم بیا اینو بخر، خیلی جذابه است. خب میریم سراغ باکس بعدی. البته قبل از اینکه باکس بعدی بهتون نشون بدم، یه آیتم دیگه هست اینجا اضاف که من اینو می‌خواستم بهتون نشون بدم. بچه برای ایونت شلبی هم برای ما کلاه شلبی فرستادن. نکن شلبیه. و این رو هم سرم میکنم، حالا ببینید خیلی باحاله. سویشرت هم باید تنمون بکنیم، تیشرت هم باید تنم بکنم. آره خلاصه. خب بریم سراغ جعبه بعدی. جعبه بعدی هم به شدت جذابه، روش هم سولسو نوشته و این آیتم خیلی باحاله. یعنی یه چیز ببخشید آقا اشتباه شد، برگرد. این بازم آیتم داره، حواسم نبود. آقا آیتمای اینو ندیدیم کامل. خب میریم اینجا، یک عدد بیلبیلک دیگه. کیفش که خیلی خوشگله، کیفشو خیلی دوست دارم جدی. اگه مثلا ایران بودم
اینا رو میتونستم حتی واسهتون گیو اوی کنم، مثلا خیلی چیزاش خب بالاخره استفاده که نمیکنم، مثلا جعبه هاشو من دوست دارم نگه دارم و اینا، ولی در صورت یادگاری ها مثلا اینو دوست داشتم نگه دارم، ولی خب آدم میتونست مثلا یه گیو اوی هم بذاره بچه حال بکنه. آقا یه آیتم اینجا داریم، یه آیتم دیگه هم اینجا داریم. این آیتمه بزنم این هم خیلی باحاله، اینم جعبهش همینجوری رنگی رنگی خیلی باحالیه و اگه باز بشه خیلی خوبه. بیا بیرون دیگه، اذیت نکن. نمیاد بیرون. آمد. خب این می‌بینی نوشته سولسو، آیدیم هم نوشته، بعد تایمی هم که به بازی جوین دادم 1/10/2018. می‌بینی جزئیات اکانتو میزنه اینجا، خیلی باحاله. بعد زده که مثلا چند نفر لایک اون بچه‌ها، اونی که 52,000 تا زده 1600 و نه نگاه زده 1611 تا مچ زدی، 52,000 تا کیل گرفتی. تو خیلی من خیلی کم بازی کردم، تازه من به شدت کم بازی کردم، بعد خیلی عددا بیشتر از این می بود، ولی خب روشن نمیشه. حالا نکنه باتریش کار نمیکنه. باتری کار کن بچه‌ها، فکر کنم چون خیلی وقت مونده باتریش کار نمیکنه یا روشن نمیشه. وای حالا من می‌خواستم بهتون نشون بدم باتری میز خیلی باحاله. یه دونه دیگه رو قبلا بهتون نشون دادم، یادتونه؟ یه دونه بود پابجی موبایل بود که روشن میشه، اونم خیلی باحال بود. خب میریم سراغ آیتم بعدی. اینم ایناست که روشن میشه. ناکن کنترل هم داره. از این استنداس میذاری میاد اینجا. صبر کن بیا بیرون. خب میاریمش بیرون. این از این استنداس میذاری این داخل و اینجوری روشن میشه. خیلی باحاله. باتری هم میخوره نه؟ آره باتری هم میخوره. باتری داره؟ نه شارژیه این. اوکی. چجوری؟ نه باتری میخوره. تهش باتری میخوره. اوکی. خیلی باحاله. اوکی. این از این. اون یکی هم باتریش تموم شده. فکر کنم خیلی وقت بود مونده بود. باتریش تموم شده. اصلا شاید هم باتریش نمیدونم، شاید هم یه مثلا دیدی مثلا زیرشون یه چیزی میذارن روشن نمیشه، شاید مثلا اونجوری بودش. خب بریم سراغ آیتم آخر که به شدت جذابه. روش هم سولسو نوشته. باکس رو برمی‌داریم و دیگه خودتون کارو بگیرید دیگه. نمیدونم چی بگم واقعا. هلمت رو می‌بینی؟ من اولش فکر می‌کردم این هد پیسه. اگه کریت اوپنینگ اسپارتان رو دیده باشی من حس می‌کردم هد پیسه، ولی چیزه. سولسو یه هلمت خیلی خفن. پابجی موبایل هم اینجا زده. بعد یه استند هم داره. این استند رو میگیری میذاری اینجا و اینو میذاری کله رو میذاری روش. خیلی باحاله. شما دارید از بالا میبینید. حالا این بغلش هم این شکلی میشه. حالا نیفته بشکن. نمیشکن البته، ولی خب آهنه. خیلی باحاله. اینم حالا تست میکنیم و ترای میدیم. بعدش بریم سراغ آیتم بعدی. بعد جالبش اینه یه جعبه دیگه توش گذاشتن. توش خوراکیه. بیسکویت کافه است. کافه میخوری بیسکویت میندازی، یه دونم کاغذ داخلشه که بازم اینجا تشکر کرده ازمون. این پابجی ناکن چقدر ناکن تشکر میکنه. thanks. آره خلاصه این بود از جعبه ها. همه رو با هم دیگه باز کردیم. بریم تستشون بکنیم. اینم یه واسه همون چیزای بیو میفرستم برید حال بکنین. این بهش میگن شوکو غیس وافلن، یعنی میشه وافل برنجی شکلاتی چی توی مایا. بعد آره دیگه خلاصه بریم تستشون کنیم. لیتس گو. سویشرت تنم کردم. این تیشرتشه و این سویشرتشه. خیلی هم قشنگ و خوبه، کیفیتی هم جذاب. بعد یه ذره ولی گرمه دیگه. این واسه یه ذره زمستون ایناست، چون ایونت هم مال زمستون بود. لباسا بیشتر گرمه، اون لباسا هم همینطور. این لباسی که الان میخوام برم بپوشم همینیه که داخل بازیه. رو صفحه آوردم، تصویرم بزرگتر کردم که بهتر ببینید. این همون لباس است که برای اون ایونت بود که اومده بود یوسی میزدی لباس رو میگرفتی و الان من میرم میپوشم که ببینیم با هم دیگه چه شکلیه. خلاصه دیگه اونم لباس آخره و اون چیزا رو باید اونا رو سرم کنم. وایسی برم اونا رو بکنم تنم. آقا الان چطور شدم؟ الان یه اسپارتانی هم که این لباس تنشه. لباس خیلی بهم میاد بچه‌ها، قبول دارید؟ نمیدونم صدا میپیچه یا نه، ولی من الان یه اسپارتان هستم. اینو در بیارم. وای چه سمی بود. نه جدی بهم میاد پسر. اصلا من کت چرم پوش دارم. من عاشق هودی ام. هودی خیلی دوست دارم. ولی اوکی این تیپام بعدا میزنم. این کلا شلبیه هم تست کنیم و
شلبی مناطق محروم شدم چرا؟ ویدیوهای بعدی میبینمتون. ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه. فعلا پیس. من توماس شلبی نیستم و من امیر شلبی هستم.